اما بعد بسیار کلمه زیبا هست که بین حمد و ثنا و بین مضمون مقدمه عادتا علما رحمت الله علیهم در کتاب ها می آورند و اینچنین علما در خطبه های جمعه بین حمد و ثنا و صلوات و پیامبر صلی الله علیه وسلم و بین مضمون خطبه اما بعد می گویند. این واقعا سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بعض علما میگویند که اولین شخصیتی که اما بعد را گفته است این حضرت داود علیه السلام است، چون الله تعالی برای داود گفت که و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، ما به حضرت داود حکمت دادیم. حکمت این یعنی علم نافع و عمل صالح. الله تعالی در سوره بقره میگوید که یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی به کسی خواهد حکمت میدهد و کسی اگر حکمت داده شود واقعا خیر بسیار داده شده است. الله تعالی در دیگر جای قرآن گفت که و آتیناه الحکمه، ما به حضرت داود حکمت دادیم و فصل الخطاب، و بین خطبه فصل یک کلمه دادیم که خطبه را از حمد و ثنا جدا میکند و یعنی اما بعد را ما به او دادیم، یعنی به معنای که گفتن سخن اما بعد را به او الهام دادیم. و بعضی علما گفتند که یکی از شاعران عرب این را گفته است و در حقیقت در صحیح بخاری و مسلم در چندین حدیث ها ثابت شده است که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث ها وقتی که بالای منبر می برآمدند به الله تعالی حمد و ثنا می فرستانیدند، سپس اما بعد گفته به سخن خود شروع میکردند. چه خیلی که در حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است که گفتند که بعد اینکه حمد و ثنا گفتند اما بعد فما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله، اما بعد گفتند. خلاصه آنی که ثابت است این از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است.